با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بی‌نهایت عزیز و بسیار ارجمند. امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. خوب، راز چهارم موفق شدن است که پیشکش شما عزیزان میگردانیم. موضوع امروزی ما نام دارد کاری را که انجام میدهید دوست دارد. یعنی بسیار ساده است، تنها کاری را که دوست می‌دارید انجام دهید. وقتی کاری را که واقعا دوست می‌دارید شروع میکنید، هرگز آن را در روز دیگری از زندگیتان انجام ندهید. گذشتگان ما میگفتند که کار امروز را به فردا نمان. این جمله بود که براین تریسی نقل کرد و در دوام این موضوع او بر این باور است که انجام کاری که دوست می‌دارید یکی از رازهای بزرگی موفقیت مالی است. یکی از مسئولیت‌های اولیه زندگی شما این است که باید بدانید واقعاً از انجام چی کار لذت میبرید و شما یک استعداد طبیعی دارید و از آن استعداد برای انجام یک کار مخصوص استفاده میکنید. ثروتمندان خودساخته آن افرادی هستند که یک رشته را پیدا کردند که توانایی ها و قابلیت های آنها دقیقاً همان است که برای انجام آن شغل یا کسب نتیجه های زیبا و برای خود ضروری را لازم می دانند. اکثر ثروتمندان خودساخته می گویند که آنها هرگز در زندگیشان یک روز کار نکردند. شما باید رشته را پیدا کنید که کاملا تواند شما را جذب کند. شغل یا کسبی که کاملا شیفته آن باشد که بتواند توجه شما را جلب کند. وقتی کاری را که دوست می‌دارید انجام می‌دهید، یک دنیا شور و انرژی و ایده های خواهید داشت که آن را حتی بهتر انجام دهید. اینجا یک سوال برای شما داریم عزیزان که اگر یک ثروتمند یک نفری باشد که مبلغ زیاد دارید، آیا فردا همین کاری را انجام می‌دهید که حالا مشغول آن هستید؟ این سوال بسیار مهم است. از شما به آسانی میپرسد اگر هم وقت کافی و هم پولی کافی داشته باشید و در انتخاب شغل آزاد باشید چه کاری را انجام میدهید؟ خب دیگر ثروتمندان خودساخته اگر مبلغ زیادی داشته باشند همان کاری را انجام میدهند که مشغول آن بودند، فقط آن کار را بهتر و به طریق گوناگون و در سطح بالاتر انجام میدهند. ولی آنها کارشان آنقدر دوست می‌دارند که حتی فکر ترک یا بازنشسته شدن را نیز نمی‌کنند. شاید بزرگترین موضوع زندگی بزرگسالی در زمانی که با شیوه‌های گوناگون شغل روبرو هستید این است که شغل پیدا کنید که واقعاً دوست می‌دارید، آن را انجام دهید و سپس خودتان را مشغول آن رشته کنید و هیچ کس از هیچ چیز این کار را برای شما نمیتواند بکند. خب عزیزان، من باوری کامل دارم که شما هنگام تماشا کردن این نوار حتما برای خود لیستی را با قلم گرفته اید و این به اندیشه های ما را میتوانید نویسید و حالا ما یک تمرین عملی داریم که بسیار میخواهیم که شما آن را از دفترهای خود قید کنید و تمرین عملی ما این است که نوع کاری که تأثیری زیاد و یکسراً از آن لذت میبرید مشخص کنید. چی فعالیت های تاثیرگذار که عامل موفقیت شما در زندگی هستند؟ اگر در انتخاب شغل آزاد باشید و بدانید در هر شغل موفق خواهید شد، کدام کار را انتخاب خواهید کرد؟ آن را به عنوان یک هدف انتخاب کنید، یک نقشه بکشید و همین روز حرکت در همان سمت را آغاز کنید. خب باوری کامل دارم که شما این تمرین را فهمیدید. اگر شما بدانید که در همان شغلی که انتخاب میکنید موفق میشوید، آن را حتما نویسید و دنبال راه‌های حل آن گردید. خب عزیزان، این درس چهارمین ما بود که پیشکشی شما عزیزان گردانیدیم. باوری کامل داریم که شما از این درس‌های ما چیزی برای خود گرفته باشید و یکی از ویژگی‌های این درس‌های ما در آن است که شما حتما آنچه
که ما سوال میدهیم یادداشت کنید و به آن به طرز خودتان پاسخ دهید و دنبال عمل باشید. خب عزیزان، در اینجا قسم 4 راز موفقیت به پایان رسید. اگر این نوار به شما پسند افتاده باشد لایک و کامنت را فراموش نکنید. حتما سوال خود را نویسید، ما به شما پاسخ خواهیم داد. موفق و سربلند بمانید.